پهپاد قاهر که با نام قاهر 313 نیز شناخته میشه. ساخت و توسعه پهپاد قاهر نشان دهنده توانایی‌های ایران در حوزه فناوری‌های پیشرفته نظامیه. این پهپاد به عنوان یکی از نمادهای خودکفایی نظامی کشور معرفی شده و توانسته از جایگاه ایران را در میان کشورهای صاحب فناوری پهپادی ارتقا بده. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و نیازهای امنیتی و نظامی خود در دهه‌های اخیر به توسعه صنایع دفاعی بومی پرداخته. یکی از دستاوردهای این حوزه توسعه پهپادهای پیشرفته با قابلیت‌های متنوع بوده. پهپاد قاهر یکی از این پهپادهاست که به عنوان یک پروژه استراتژیک در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران معرفی شده. در این نوشتار به بررسی ویژگی‌ها، قابلیت‌ها و کاربردها و اهمیت این پهپاد می‌پردازیم. یک پهپاد قاهر یک پهپاد نظامی پیشرفته ساخت ایرانه که برای اهداف مختلف نظامی و استراتژیک طراحی شده. این پهپاد برای نخستین بار در سال 2013 توسط وزارت دفاع ایران رونمایی شد. قاهر 313 به عنوان یک پهپاد رادارگریز معرفی شده و طراحی آن به گونه‌ایه که بتواند در عملیات‌های حساس و محیط‌های با ریسک بالا مورد استفاده قرار بگیره. طراحی ظاهری پهپاد قاهر شباهت زیادی به هواپیماهای جنگنده نسل پنجم داره. این پهپاد از فناوری استتار و کاهش بازتاب راداری بهره میبره که امکان ردیابی آن توسط سامانه‌های پدافندی دشمن را کاهش میده. قاهر 313 دارای بدنه کوچک، جمع و جور و آیرودینامیکه که به آن قابلیت مانور بالا و توانایی پرواز در ارتفاعات پایین رو میده. یکی از نکات قابل توجه در طراحی این پهپاد استفاده از مواد کامپوزیتی و فناوری‌های نوین برای کاهش وزن و افزایش استحکام بدنه طراحی شده. این ویژگی‌ها قاهر را به یک پهپاد مناسب برای عملیات‌های شناسایی و حمله‌های دقیق تبدیل کرده. همچنین موتور جت این پهپاد به آن امکان پرواز در سرعت‌های بالا و رسیدن به اهداف دوردست رو میده. از قابلیت‌ها و تسلیحات این پهپاد میشه به این گونه موارد اشاره کرد که قاهر 313 میتونه به انواع تسلیحات پیشرفته مجهز بشه. این پهپاد توانایی حمل موشک‌های هدایت شونده، بمب‌های هوشمند و تسلیحات نقطه زن رو داره. با توجه به طراحی خاص بدنه، امکان حمل تسلیحات در داخل بدنه فراهم شده که این ویژگی علاوه بر کاهش بازتاب راداری، قابلیت رادارگریزی پهپاد را افزایش میده. از دیگر قابلیت‌های این پهپاد میشه به توانایی انجام مأموریت‌های شناسایی، نظارتی و اطلاعاتی اشاره کرد. قاهر با داشتن سامانه‌های پیشرفته الکترونیکی و اپتیکی قادر تصاویر و داده‌های با کیفیت بالا را از محیط مأموریت به مرکز فرماندهی منتقل کنه. از کاربردهای نظامی و استراتژیک این قاهر 313 میتونیم به این 4 مورد اشاره کنیم. شناسایی و نظارت. این پهپاد میتونه برای جمع‌آوری اطلاعات از مناطق تحت کنترل دشمن و نظارت بر تحرکات نظامی استفاده بشه. 2. حملات نقطه‌ای. با توجه به قابلیت حمل تسلیحات دقیق، قاهر میتونه برای حملات به اهداف خاص مانند پایگاه‌های نظامی، سامانه‌های پدافندی یا تجهیزات استراتژیک دشمن به کار بره. 3. عملیات در مناطق پرخطر. به دلیل ویژگی‌های رادارگریزی، قاهر میتونه در مناطق با سامانه‌های پیشرفته پدافندی به عملیات بپردازه. و 4. حمایت از نیروهای زمینی. این پهپاد میتونه به عنوان یک پشتیبان هوایی برای نیروهای زمینی عمل کنه و در شرایط بحرانی وارد عمل بشه. پهپاد قاهر 313 یک جنگنده جت 2 موتوره و تک سرنشینه با 2 ورودی هوا در 2 طرف کابین خلبان و 2 خروجیه. طول قاهر تقریباً 14 متره و فاصله دو نوک بال آن تقریباً به 8 متر میرسه. این جنگنده دارای قابلیت نشست و برخاست با طول باند کوتاه و تعمیر و نگهداری آسان و سریع. همچنین گفته شده که این جنگنده ایرانی قادر 4 تا موشک هوا به هوایی کوتاه برد رو در محفظه داخلی خود جای بده. طبق اظهارات احمد وحیدی وزیر دفاع وقت ایران، این جنگنده دارای سطح مقطع راداری بسیار کم بوده و با تجهیزات پیشرفته ساخته شده و به سامانه‌های الکترونیک مجهز می باشه. به گفته وی این جنگنده قادر به حمل تسلیحات پیشرفته بومی بوده
و از قدرت تهاجمی بالایی برخورداره. وحیدی قابلیت نشست و پرواز با طول باند کوتاه، توانایی انجام عملیات پروازی در ارتفاع پست و تعمیر و نگهداری آسان و سریع رو از دیگر ویژگی‌های این جنگنده برشمرد. هرچند برخی از کارشناسان بین المللی آن را شبیه به یک مدل آزمایشی دانستند، ولی طبق گفته وزیر دفاع اعلام کرده که نمونه اصلیش ساخته شده و سپاه پاسداران ایران اونو آماده پرواز کرده و به پرواز در اومده و این هواپیما، این پهپاد قاهره 313 در حال حاضر در حال انجام وظایف و ارتش ایران میتونه از اون استفاده کنه. مشخصات عمومیش اینه که به این افسر خلبان نیاز داره. طول 14 متری، پهنای بال 8 متر، ارتفاع 3.5 متر که البته شمار میره که بر اساس گفته‌های سرتیپ افشین خواجه‌فرد معاون وزیر دفاع گفته که احتمال داره که این پهپاد رو بدون سرنشین در جنگ‌ها و عملیات‌ها از اون استفاده بشه و دیگه نیازی به سرنشین هم نداره. لبه‌های قاهره 313 به لبه‌ها و زاویه‌های منحصر به فرد F-22 شباهت داره و شکل دم‌های آن بیشتر شبیه به F-35. قاهره 313 دو کانارد بزرگ داره که به نظر ثابت میرسه. ایران در ساخت ماکت‌ها تخصص خیلی زیادی داره و طبق گزارش‌های بین المللی و کارشناسان خارجی گفته بودن که این قاهره 313 قرار نیست به پرواز در بیاد و همون در قالب ماکت باقی میمونه. اما رئیس سازمان هوافضای ایران این پهپاد قاهره 313 رو به واقعیت تبدیل کرده و حالا ترس برای دشمنان ایران لحاظ میشه و همه از این پهپاد خوفناک میترسن. با دعای ملت شریف ایران. و حالا نظرتون در مورد این پهپاد قاهره 313 چیه؟ حتما تو کامنت ها اگه انتقادی داشتید به ما بگید و خوشحال میشیم که در مورد همت ایران و این پهپاد شگفت انگیز نظراتتون رو به ما بدین. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید که هر هفته از نظامی ایران و جهان و عجایب و دانستنی های نظامی براتون میذاریم. خدا نگهدارتون.